حکایت‌های طنز بهلول. حکایت خوب شدن هاجر به چه؟ فکر میکنم دیگه همتون بهلول رو بشناسینش و بدونین که چه حکایت‌های جالبی داره. پس با هم بریم حکایتش رو ببینیم. هاجر به چم خوب شده، خیلی خوشحالم. های مای بست فرند، ایستون هستم. خیلی خوش اومدین به چنل من. سلام، خوبید؟ حالتون خوبه؟ اولین حکایت، مستخدم خلیفه. یکی از مستخدمین خلیفه هارون الرشید ماس خورده بوده و یه مقداری از ماسا ریخته بوده روی ریشش. بهلول اونو میبینه و بهش میگه که چی خوردی؟ مستخدم خلیفه که میخواسته سر به سر بهلول بذاره بهش میگه که کبوتر خوردم. بهلول میگه قبل از اینکه بگی چی خوردی من خودم میدونستم. مستخدم خلیفه میگه چطور مگه؟ بهلول بهش میگه آخه فضلش روی ریشه جا گذاشته. وای دوباره داستان و خونگین شروع شد. داشتم هاجر رو براتون میگفتم. به چند روز پیش رفت کلاسی زبان. حکایت دوم، دوست بهلول. یکی از دوستای خیلی قدیمی بهلول گندماشو بر میداره و میبره آسیا تا آردشون بکنه. آرداش که آماده شد سوار خرش میکنه و برمیگرده طرف خونش. نزدیکای طرف خونه بهلول که میرسه خرش لنگ میشه و زمینگیر میشه. دوستش میگه خب اینجا بهلوله، الان میرم از بهلول خرشو قرض میگیرم و آردمو میبرم خونه. بهلولم تصمیم داشته که خرشو به هیچ کسی قرض نده. بهلول میاد دم در میگه خر من چند وقتیه که مرده و اون دیگه زنده نیست که به تو بدم. توی همون لحظه خر بهلول شروع میکنه به ارعر کردن. دوست بهلول میگه پس این صدای چیه داره از توی خونت میاد اگه خر تو مرده؟ بهلول میگه ای بابا تو چند ساله با من رفیقی، حرف منو باور نمی کنی و حرف اون خر باور میکنی، یعنی اینقدر به من اعتماد نداری؟ بچم سالم رفت کلاس زبان و مریض برگشت خونه وری دلی من فکر کنم چشش کردم. حکایت سوم، جمع خرها. یه روزی بهلول پیش هارون الرشید نشسته بوده. جمع زیادی از بزرگا هم توی اون مجلس نشسته بودن. هارون الرشید تصمیم میگیره که مثل همیشه سر به سر بهلول بذاره. توی همون لحظه یه اسبی از بیرون صدا میده. هارون الرشید هم رو به بهلول میکنه و میگه بهلول برو ببین اسب چی کارت داره، فکر کنم با تو کار داشته باشه چون تو زبان اونا بهتر میفهمی. بهلولم بلند میشه مجلس رو ترک میکنه و بعد از چند لحظه برمیگرده. هارون الرشید میگه خب بهلول اسب چی گفت؟ بهلولم میگه اسب گفت حیف تو نیست بهلول که توی این جمع خرها نشستی، هر چه زودتر این مجلس رو جمع بکن چون ممکنه که خریت اونو توی تو اثر بذاره. گفتم یا ابوالفضل هاجر مامان چت شده. حکایت چهارم، مرد شیاد. بهلول سکه طلایی توی دستش داشته و داشته با اون بازی میکرده. یه مرد شیادی که شنیده بوده بهلول دیوونه است میاد طرف بهلول رو بهش میگه بهلول اگه این یه دونه سکه را به من بدی من به جاش 10 تا سکه همرنگ سکه تو بهت میدم. بهلولم که توی دست مرد رو میبینه و میبینه سکه هاش از جنس برنز و ارزشی نداره به مرد شیاد میگه به یک شرط قبول میکنم، اونم اینه که 3 مرتبه صدای ارعر خر بدی. مرد شیادم قبول میکنه و 3 مرتبه صدای خر میده. بعد بهلول رو بهش میکنه و میگه تو با اینکه خری فهمیدی که سکه‌ای که توی دست منه طلاست، بعد توقع داری من متوجه نشم که سکه‌ای که تو داری برنزه و ارزشی نداره؟ هاجر در اومد گفت مامان دلم خیلی درد میکنه. منم گفتم خاک به سرم چرا؟ خب قبل از اینکه بریم ادامه حکایت رو ببینیم اگه تا اینجا ویدیو رو لایکش نکردی لایکش بکن، چنل رو سابسکرایب بکن و زنگوله رو فعال بکن و کامنت انگلیسی هم یادت نره. بریم سراغ ادامه ویدیو. لایک بزن، سابسکرایب کن، زنگوله ببند تا برات بگم هاجر چی طور شد. حکایت پنجم، شکار رفتن هارون الرشید. یه روز هارون الرشید و درباریان میرن به شکار. بهلول هم با اونا بوده. هارون الرشید یک آهوی رو میبینه و تیر کمانش رو بر میداره و یه تیری به طرف آهو پرتاب میکنه. تیر به آهو نمیخوره و آهو فرار میکنه. همون لحظه بهلول میگه احسنت. هارون الرشید
عصبانی میشه و میگه منو مسخره میکنی؟ بهلول میگه نه، احسنت من برای شما نبود، برای آقا بود که خیلی خوب تونست فرار بکنه. گفتم مامان تحمل کن، حالا زنگ میزنم به بابات. زنگ زدم مجتبی، گفتم بقیه بیا بچه، چش کردن دلش درد میکنه. حکایت شیشم، حمام. یه روزی بهلول میره حموم. خدمه حموم به اون بی‌اعتنایی میکنن و اونجوری که باید بهلول رو کیسه بکشن کیسه نمیکشن. با این حال بهلول وقتی که داشته از حموم خارج میشده 10 دینار از جیبش در میاره و میده به استاد حموم. خدمه حمومم از اینکه بهلول انقدر بخشنده است پشیمون میشن که چرا به اون بی‌اعتنایی نکردن و بهتر کارشون رو برای بهلول انجام ندادن. هفته دیگه دوباره بهلول میاد حموم. این سری خدمه حموم بهلول رو با احترام شستشو میکنن، ازش مراقبت میکنن. با این حال بهلول وقتی داشته از حموم میرفته بیرون این سری 1 دینار در میاره و میده به استاد حمام. خدمه حموم تعجب میکنن و به بهلول میگن چرا هفته قبل 10 دینار رو با فضل و بخشش دادی ولی این هفته فقط 1 دینار دادی؟ بهلول به خدمه حموم میگه که هفته قبل که اومدم حموم مزد امروز رو پرداخت کردم، امروز هم مزد هفته قبل رو پرداخت میکنم تا شما خدمه حموم ادب بشین و رعایت مشتریای خودتون رو بکنین. آقا مجتبی گفت من دستم بنده با اسنپ برید. گفتم وای که تو بابا چندی بی خیالی. حکایت هفتم، از بهلول احمق‌تر. یه روزی خلیفه از بهلول میپرسه ای بهلول تا حالا احمق‌تر از خودت دیدی؟ بهلول هم جواب میده که نه، به خدا که این اولین باره دارم میبینم. منم که تا حالا اصلا اسنپ نگرفتم، بلد نبودم بگیرم. گفتم هاجر مامان اسنپ بگیر تا ببینم چه خاکی تو سرم کنم استسیم بابا. حکایت شماره 8، 1 تار مو. بهلول داشته پیاده از کوچه ها عبور میکرده. قاضی شهر رو میبینه و بهش میگه بهلول فهمیدم که الاغت مرده و تو رو تنها گذاشته. بهلول به قاضی میگه فدای سرت، تو زنده باشی، 1 تار موی تو میارزه به 10 تا الاغ من. با اسنپ رفتیم دکتر براش یه ذره دارو و سرم نوشت. سرمش که خلاص شد اومدیم خونه، میخواستم براش سوپ بپزم که ایزون گفت بیا ویدیو بگیریم. حکایت 9، مرد ثروتمند. یک جمعی ثروتمندی که میخواسته بهلول رو دست بندازه بلند میشه و میگه بهلول آیا شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول میگه البته که هست. ثروتمند میگه خب اون چیه؟ بهلول میگه من و تو 2 شباهت داریم. شباهت اول جیب من و کله توئه که هر دو خالیه. شباهت دومم جیب تو و کله منه که هر دو پره. چقدر بهلول حاضر جواب بوده. ای اصلا هم حاضر جواب نبوده. خلاصه مسی همین حالا E7 مرد منو تو ویدیو شروع کرد یه چیزای فکت بوگه خنک مسخره. منم حوصله‌ام دیگه نمیکشید، بهش گفتم زود خلاص کن برم سوپ بپزم به چه مریضه. حکایت 10، دیدن شیطان. یه روز یه مرد خیلی زشت و بد پیش بهلول میاد میگه من میخوام شیطون رو ببینم، باید چی کار بکنم؟ بهلول به اون میگه اگه توی خونه تو آینه نداری توی آب زلال نگاه بکن، قطعا تو یک شیطان رو میبینی. ویدیوی مسخرش که تموم شد جاتون خالی، رفتم خونه یه سوپی پختم هاجر بچم تا خورد خوب شد. بعد دوباره E7 برداشت گفت بیا ویدیو سربار مثل بگیریم. گفتم خوشم نمیاد خنکه. گفت نه خنک نیست که اونم خنک بود. حکایت 11، مسجد. یه روزی که داشتن مسجد میساختن بهلول میرسه و میگه دارین چی کار میکنین؟ میگن بهش که داریم مسجد میسازیم. بهلول میگه برای چی؟ بهش میگن که برای چی نداره که خب معلومه برای رضای خدا. بهلول هم برای اینکه میزان اخلاص بانیان خیر رو به خودشون نشون بده محرمانه سفارش میده که روی یه سنگی بنویسن مسجد بهلول و شبونه اونا نصبش میکنه. صاحبان مسجد فردا که میان بالای در مسجد میبینن که نوشته مسجد بهلول، خیلی ناراحت و عصبی میشن و دنبال بهلول میگردن. بهلول رو پیدا میکنن و اونا یه دل سیر کتک میزنن. بعدم به بهلول میگن که
کارهای دیگران رو به نام خودت ثبت میکنی؟ بهلول به اونا میگه که مگه شما نگفتید که مسجد برای رضای خدا دارین میسازینش؟ به فرض که مردم فکر بکنن مسجد من ساختم، ولی خدا که اشتباه نمیکنه. خدایی نگاه کنید این ویدیوش چند خونگا مسخره ویدیوی فکت و ضرب المثلش از اینم مسخره تر بود. داز من به جم هاجر مریض از این حوصله ندارم، هی بهم میگه بیا ویدیو بگیریم بعدش هم باید بشینم حرف و مسخره‌شو بهش نظر بدم. گفتم من دیگه نظر نمیدم. حکایت 12 دزد. بهلول کفشای نوی خودشو میپوشه و میره به سمت مسجد تا نماز بخونه. توی راه یه مردی میبینه که داره به کفشاش نگاه میکنه. متوجه میشه که قصد دزدیدن کفشاشو داره. بهلول ناچارن با کفشاش وای میسه و نماز میخونه. دزد به بهلول میگه که با کفش نماز نباشد. بهلول به دزد میگه اگر نماز نباشد کفش باشد. E7 گفت نه نمیشه که نظر ندی. گفتم باشه میام میشنم حرف خودم رو میزنم، در موردی چرت و پرتا تو دیگه حرف نمیزنم. من گفت باشه هر کاری میخوای بکن. خب دیگه بیشتر از این خستتون نمی کنم، تا همینجا فکر میکنم کافی باشه. اگه هنوز ویدیو رو لایک نکردی لایکش بکن، چنل رو سابسکرایب بکن و زنگوله رو فعال بکن، کامنت انگلیسی یادت نره. اگه دوست دارین که از بهلول بیشتر حکایت بگم توی کامنت ها بهم بگین تا پارت های بعدش هم بسازم. بعدی ویدیو ضرب المثل رفتم خونه دیدم خدا رو شکر حالش بهتر است. دائم رو بستمش به آب میوه و دعا دادی که خوب شد ماشاءالله. حکایت های این پارت از سایت ویرگول برای شما جمع آوری شده بود که آدرسش رو توی دیسکریپشن برای شما میذارم. Goodbye my best friend. E7 دوستتون داره. خداحافظ برم پیش هاجرم.